به نام آفریدگار عشق. سلام همراهان عزیز، خوش آمدید. اینجا جاییه که قرار لحظات خوبی کنار هم داشته باشیم. شبی که قصه ها آرام آرام از دل سکوت جوانه میزنند. امیدوارم با شنیدن این داستان به خوابی آرام و عمیق فرو برید. در روزگاران قدیم آسوپاتی پادشاهی بود عادل که صاحب فرزند نمیشد و عاقبت بعد از سالها نیایش به درگاه خدا ملکه او دختری به دنیا آورد که او را ساویتری نام نهادند. بعد از چند سال آوازی زیبایی و هوشمندی این دختر در همه جا پیچید. وقتی ساویتری به سن ازدواج رسید، به پدرش گفت که خودش همسرش را انتخاب خواهد کرد و پادشاه رضایت داد. ندیمه های او می دانستند که به ساویتیان جوانی خوب چهره و پرهیزکار دلبسته است. ساویتیان که در کلبه‌ای در جنگل زندگی می کرد، پدرش ماتسنادر ابتدا پادشاهی بود مردم نواز که ناگهان بخت بد به او روی آورد و بیناییش را از دست داد و در جنگ با پادشاه بیدادگر کشور همسایه شکست خورد و ناچار از تاج و تخت دست کشید و با همسر و تنها فرزندش سایتاوان در کلبه‌ای در جنگل زندگی می کردند. روزی که ساویتری به پدرش گفت که سایتاوان را عاشقانه دوست دارد و می خواهد به همسری او درآید، نارادای خردمند در حضور پادشاه بود. پادشاه نگران و پریشان بود و نمیدانست به ساویتری چه بگوید. از نارادای خردمند که دانای علوم آشکار و پنهان بود چاره‌جویی کرد. نارادا گفت شاهزاده خانم ساویتری عاقل و داناست. جوان معقول و با فضیلتی را انتخاب کرده است. سایتاوان جذاب و خوش قیافه است. شجاع و پاکدل است. سختی ها را با روی خوش تحمل می کند. فروتن است. آزارش به موری نمی رسد. ذره‌ای شرارت در او یافت نمی شود. ولی بدبختانه در سرنوشت او می بینم که عمر او بسیار کوتاه است و 1 سال دیگر خواهد مرد. پادشاه رو به ساویتری کرد و گفت دخترم، حقیقت را از زبان نارادای خردمند شنیدی. پس چاره جز این نیست که سایتاوان را فراموش کنی. برای انتخاب همسر هنوز فرصت داری. شاهزاده خانم ساویتری گفت جز سایتاوان به مرد دیگری شوهر نمی کنم. حتی اگر 1 ماه دیگر زنده باشد، همسر او خواهم شد. پادشاه حیران شد و از نارادای خردمند یاری خواست. نارادا گفت حالا که شاهزاده خانم ساویتری اصرار دارد و رأی خود را عوض نمی کند، نباید او را بددل کرد و آزارش داد. ما هم برای او آرزوی شادی و خوشبختی می کنیم. پادشاه نیز مانند نارادا در حق ساویتری دعا کرد. در روز بعد با دخترش به کلبه جنگلی ماتسنا رفتند. ماتسنای نابینا شگفت زده شد که چگونه پادشاهی در این کلبه کوچک به دیدار او آمده است. پادشاه گفت ماتسنا، من از گذشته شما و اتفاقاتی که برای شما افتاده خبر دارم و میدانم که بوده اید و از چه تباری هستید و در هر حال با یگانه دخترم ساویتری نزدتان آمده ام تا او را برای پسرتان سایتاوان
به زنی بگیرد. ماتسنا در جواب گفت من سلطنت و حکومتم را از دست داده‌ام و می‌بینید که با همسر و پسرم در این جنگل به سختی زندگی می‌کنیم. نمی‌دانم شاهزاده خانم که در ناز و نعمت بزرگ شده چگونه با زندگی فقیرانه ما خواهد ساخت. پادشاه گفت دخترم عاقل و داناست. می‌دانم که غم و شادی در گذر است و گدایی و پادشاهی همیشگی نیست و خوشبختی را در چیزی جز اینها باید جست. برای او نگران نباشید. همه چیز را می‌داند و می‌داند که چه می‌کند. ماتسنا به ازدواج ساویتری و سایتاوان رضایت داد و آن دو با خوشی و شادکامی زندگی زناشویی را آغاز کردند. سایتاوان خوشحال بود که همسری چنین زیبا و بلند طبع دارد. ساویتری نیز از زندگی فقیرانه اش راضی بود، زیرا شوهرش را به ذوق و سلیقه خود انتخاب کرده بود و زندگی ساده و بی پیرایه در حاشیه جنگل را میپسندید و مانند سایتاوان قسمتی از اوقاتش را با ستایش و نیایش خدایان و تفکر و تأمل و سکوت می‌گذراند و دنیای تازه‌ای را کشف می‌کرد که روح او را به جایگاه والاتری می‌برد. پدر و مادر شوهر ساویتری چشم و دلشان روشن شده بود که چنین عروس زیبا و با تقوایی دارند و سایتاوان لذت می‌برد که همسرش اینقدر خوش اخلاق و سازگار است و با عشق و علاقه در کنار او زندگی می‌کند. ساویتری در عین شادی و خوشی پیشگویی نارادای خردمند را لحظه‌ای فراموش نمی‌کرد و می‌دانست که این روزهای خوب و فراموش نشدنی به زودی به پایان خواهد رسید. روزها بدین گونه می‌گذشت و آن روز اندوهبار نزدیک می‌شد و ساویتری روزها را می‌شمرد تا وقتی که 4 روز بیشتر به لحظه مرگ سایتاوان باقی نمانده بود. از آن روز ساویتری لب به غذا نزد و 3 شبانه روز گرسنه ماند و شبها تا صبح بیدار ماند و روزها در گوشه‌ای می‌نشست و در خود فرو می‌رفت. بزرگان جنگل این داستان را شنیدند و همه برای سلامتی ساویتری دعا کردند. پدر شوهرش نگران شده بود و او را نصیحت می‌کرد. جانم، عزیزم، چرا اینقدر بر خود سخت می‌گیری؟ چرا اینقدر خود را عذاب می‌دهی؟ با این همه نیایش و عبادت هرچه خواسته باشی خدایان به تو می‌دهند. دیگر گرسنگی بس است. اما وقتی می‌دید که ساویتری حرفی نمی‌زند و همچنان لب به غذا نمی‌زند، فهمید که در این کار حکمتی است و ساویتری چیزی را از آنها پنهان می‌کند. ناچار سکوت کرد و او را به حال خود گذاشت. سرانجام روز 4 رسید و ساویتری هنوز با گرسنگی می‌ساخت. وقتی آفتاب طلوع کرد، ساویتری می‌دانست که سایتاوان تا غروب آن روز بیشتر زنده نمی‌ماند. اما نمی‌خواست سکوت خود بشکند و این راز را بر زبان بیاورد. بزرگان جنگل آن روز صبح نزد ساویتری آمدند و در حق او دعای خیر کردند و او نیز برای همه آنها آرزوی خوشبختی کرد. بزرگان گفتند خداوند نیایش تو را پذیرفت. هر آرزویی که داشته باشی پذیرفته خواهد شد و در حال باید بعد از 3 شبانه روز کمی آب و غذا بخوری. ساویتری گفت وقتی آفتاب غروب کند لب به غذا خواهم زد. سایتاوان از جا برخاست و سبدی را بر دوش گرفت
و گفت که می رود تا از میوه های آن سوی جنگل سبد را پر کند. ساویتری با مهربانی به او گفت من هم با تو می آیم. نمی گذارم تنها بروی. امروز باید با تو باشم. سایتاوان اصرار داشت که تنها برود و می گفت عزیز من، عشق من، جنگل تاریک است و راه دور و دراز. بعد از 3 شبانه روز تحمل گرسنگی چگونه می خواهی همراه من بیایی و ساعتها در جنگل سرگردان باشی؟ ساویتری گفت من نه خسته ام و نه ضعیف. وقتی کنار تو باشم می توانم تا آن سر دنیا بیایم. سایتاوان گفت عزیز من، اگر میل تو این است چه می توانم بکنم؟ اما پیش از رفتن از پدر و مادرم اجازه بگیر تا دعای خیرشان همراه تو باشد. ساویتری از پدر و مادر سایتاوان اجازه گرفت و آنها در حق او دعای خیر کردند و آنها به راه افتادند. سایتاوان می گفت امروز چقدر جنگل زیباست. درختها را نگاه کن که زیر بار گلها خم شده اند. اما ساویتری به درختها و گلها نگاه نمی کرد. فکرش پریشان بود. سعی می کرد خود را شاد و بیخیال نشان بدهد. اما دلش پر از غوغا بود و می دانست هر لحظه ای که می گذرد ساعت مرگ شوهرش نزدیکتر می شود. و یاما فرشته مرگ به زودی فرا خواهد رسید و جان شوهرش را خواهد گرفت. با این وصف ترس و پریشانیش را نشان نمیداد. سایتاوان گاهی از درختان گل میچید و سبدی را که در دست داشت پر از گل میکرد. هوا کم کم گرم میشد و سایتاوان احساس خستگی میکرد. ساویتری حالش را پرسید. سایتاوان گفت نمیدانم چه اتفاقی افتاده. سرم درد میکند. دستهایم به زحمت حرکت می کنند. پاهایم دیگر طاقت جلو رفتن ندارند. عشق من، عزیز من، برای من نگران نباش. کمی زیر این درخت می خوابم. حالم خوب می شود. کمی استراحت حالم را جا می آورد. ساویتری وحشت کرد. اما کلمه ای به زبان نیاورد. پای درخت نشست و سر سایتاوان را به زانوی خود گذاشت. سایتاوان چشمهایش را بسته بود و بی حرکت بود. ساویتری کلمات نارادای خردمند را بیاد می آورد. دلش پر از غم بود که ناگهان جنگل تاریک شد و یاما فرشته مرگ از میان تاریکی بیرون آمد. لحظه ای به سایتاوان که سر بر زانوی ساویتری گذاشته بود و به خواب رفته بود نگاه کرد. ساویتری سراپا اندوه و وحشت بود. سر سایتاوان را با 2 دست گرفت و به آرامی روی علفها گذاشت و از جا بلند شد و در مقابل یاما ایستاد و گفت تو کی هستی؟ چه پیامی از آسمان ها با خدا آورده ای؟ یاما گفت من فرشته مرگم. میدانم که تو چقدر شوهرت را دوست داری و میدانم که او جوان خوب و پرهیزکاری است و مستحق عشق و محبت توست. ولی چه باید کرد؟ دوری او تمام شده و من آمده ام که جانش را بگیرم. یاما جان سایتاوان را گرفت و روحش را مانند پارچه ای تا کرد و در کیسه ای که همراه داشت گذاشت و بی آنکه حرفی بزند به سرعت به طرف جنوب رفت. اما ساویتری به سرعت از جا جست و دنبال او دوید. یاما صدای پای او را از پشت سر شنید و مکسی کرد و گفت ساویتری کجا می آیی؟ برگرد و برای شوهرت عزاداری کن. باید او را دفن کنی. باید به پدر و مادر او خبر بدهی که برای دفن
و ترتیب مراسم عزاداری به تو کمک کنند. زودتر برگرد، مرا تعقیب نکن. ساویتری گفت تو روح شوهرم را با خود بردی. من باید دنبال شوهرم بیایم. من با خود عهد کرده ام که از شوهرم جدا نشوم. نمیتوانم برگردم. هر جا بروی دنبالت میآیم. بزرگان ما میگویند هر کس 7 قدم دنبال کسی برود همراه و همسفر او می شود. من پیش از 7 قدم دنبال تو آمده ام. باید با من حرف بزنی و به سوالات من جواب بدهی. من در عمر کوتاهم هیچ خطایی نکرده ام. قدمی در راه‌های نادرست بر نداشته ام و در این 1 سال روز و شب دعا می کردم که با شوهرم خوشبخت باشم و هیچ وقت از او جدا نشوم. تو حق نداری من و شوهرم را از هم جدا کنی. یاما، تو میگویی که دیگر شوهرم زنده نیست و هیچ رشته ای من و او را به هم متصل نمی کند و من نمی توانم زندگی تازه ای را شروع کنم. ولی من با حرفای تو موافق نیستم. من و شوهرم را حتی مرگ از هم جدا نمی کند. هر جا بروی دنبال شوهرم می آیم. یاما فکری کرد و گفت ساویتری، حرفای تو عاقلانه است و در دل می نشیند. اما تو نمی توانی به همراه من بیایی. با این وصف برای اینکه دلت را نشکنم حاضرم یکی از آرزوهای تو را برآورده کنم. هر آرزویی به جز جان بخشیدن به شوهرت. ساویتری گفت یاما، آرزو دارم که چشمهای پدر شوهرم را دوباره بینا کنی. یاما گفت آرزوی تو برآورده شده و در همان لحظه پدر شوهر ساویتری که در کلبه جنگلی در گوشه‌ای نشسته بود متوجه شد که پرده‌ای از مقابل او کنار رفت و چشمهای او بینایی‌اش را باز یافت. یاما دیگر چیزی نگفت و به سرعت به راه افتاد. ولی ساویتری به همان سرعت دنبال او می‌دوید. یاما ناچار ایستاد و گفت ساویتری، آرزویت را برآورده کردم. نزد پدر شوهرت که بینا شده بازگرد و بگو تا بیایند و جسد شوهرت را برای دفن کردن با خود ببرند. ساویتری گفت آرزویم را برآورده کردی، اما رهایت نمی کنم. نمی توانم از روح شوهرم دور بمانم. 1 سال تمام شب و روز را با دعا و نیایش گذراندم و با خود عهد کرده ام که هرگز از او جدا نشوم و حال که با خداوندی چون تو آشنا شده ام همراهت می آیم. زندگی من بدون شوهرم که روحش در اختیار توست ممکن نیست. یاما گفت از هوشمندی و وفاداری تو خوشم آمد. حاضرم دومین آرزوی تو را برآورده کنم. هر آرزویی به جز جان بخشیدن به سایتوان و البته به شرط آن که بعد از آن دست از تعقیب من برداری. ساویتری گفت آرزو دارم که پدر شوهرم دوباره به کشور خود برگردد و باز بر تخت پادشاهی بنشیند و مردم آن کشور دوباره از او حمایت کنند. یاما گفت این آرزوی تو هم به موقع خود برآورده می شود و به زودی پدر شوهرت دوباره بر تخت شاهی می نشیند. حالا شاهزاده خانم عزیز به خانه‌ات برگرد و دست از تعقیب من بردار. ساویتری گفت میدانم که تمام مردم دنیا باید گوش به فرمان تو باشند و از تو اطاعت کنند. تو فرشته مرگ هستی. به اشاره و اراده خداوندان و نه به اراده خودت جان موجودات را میگیری. من همه چیز را میدانم و به نظر من موجودات آسمانی
و خداوند بزرگ مانند تو باید همه مخلوقات زمین را دوست بدارند و به کارهای خوب آنها پاداش بدهند. آدمهای بد نه عقل دارند و نه عشق سرشان می شود. با این وصف خداوند آسمانی همه موجودات را دوست دارد و حتی دست نوازش بر سر آدمهای بد می کشند. یاما که مجذوب حرفای شیرین و عاقلانه ساویتری شده بود، گفت حرفای تو به دل می نشیند. من حاضرم باز هم یکی دیگر از آرزوهای تو را برآورده کنم، به هر آرزویی جز جان بخشیدن به شوهرت. ساویتری گفت پدرم آرزو دارد که فرزندان بیشمار داشته باشد. ای کاش پدرم به آرزویش می رسید و صاحب چند فرزند می شد. یاما گفت او در سالهای آینده صاحب چند فرزند خواهد شد و حالا که 3 آرزوی بزرگت را برآورده کردم، به خانه‌ات بازگرد و سعی کن کم کم غم و غصه را از خود دور کنی. ساویتری گفت من تا اینجا دنبال شوهرم که روحش در اختیار توست آمدم و حتی اگر آن سر دنیا هم بروی باز با تو می آیم و خسته نمی شوم. دلم آرام نمی گیرد. می خواهم تا دورترین نقاط دنیا همراه تو بیایم. می دانم که چقدر توانایی و می دانم که عدالت و انصاف تو از اندازه فهم من بیرون است. با این وضع چنان خود را با تو نزدیک می بینم که دلم می خواهد بیشتر با تو حرف بزنم. یاما گفت تا حالا هیچ کدام از موجودات زمینی که فانی هستند و زندگی کوتاهی دارند با من اینطور حرف نزده و عجیب است که تو آنچه آرزو داری برای دیگران است. چرا برای خودت چیزی آرزو نمی کنی؟ حاضرم پیش از خداحافظی با تو یک آرزوی دیگر تو را برآورده کنم. هر آرزویی جز جان بخشیدن به شوهرت، به شرط آنکه این آرزو مربوط به خودت باشد. ساویتری گفت آرزو دارم که از شوهرم چندین فرزند داشته باشم. یاما شاد شد که ساویتری برای خود آرزویی کرده است و کمی فکر کرد و گفت شاهزاده خانم، این آرزوی تو هم در موقع خود برآورده می شود و فرزندانی خواهی داشت که مانند خود عاقل و شریف باشند و خون نجیب تو در رگ‌هایش باشند. حالا که این آرزوی تو هم برآورده شد، زودتر به خانه برگرد. ساویتری جواب داد یامان، من زن پرهیزکار و با عفتی هستم. به نظر من تقوا و شرافت باید بر تمام جهان حکومت کند. پرهیزکاران همیشه به دیگران کمک می کنند و هرگز از خوبی کردن خسته نمی شوند. آنها همیشه در حق دیگران خوبی می کنند و در انتظار پاداش نیستند. یقیناً آدم‌های خوب و شریف و پاکدامن نگهبان واقعی همه مردم جهان هستند. یاما گفت شاهزاده خانم، هرچه بیشتر حرفای تو را میشنوم، بیشتر به حسن اخلاق و زیبایی روح تو پی میبرم. به همین دلیل برای آخرین بار حاضرم تو را به یکی دیگر از آرزوهایت برسانم. ساویتری گفت یامای قدرتمند، تو چند لحظه پیش گفتی که مرا به آرزویم میرسانی و صاحب چند فرزند عاقل و شریف میکنی. غافل از آن که اگر شوهرم زنده نباشد، من نمیتوانم از او فرزندان خوبی داشته باشم. به همین علت تمنا میکنم که شوهرم را زنده کنی و به من بازگردانی. بدون او من با یک مرده تفاوتی نخواهم داشت.
بدون او چیزی جز غم و غصه نصیب من نمی شود. بدون او نمی توانم زنده بمانم. آخرین آرزوی من آن است که به شوهرم دوباره جان بدهید تا بتوانم فرزندان خوب و شریفی داشته باشم. یاما خداوند مرگ در جواب به او چیزی نگفت و ناگهان ناپدید شد. ساویتری به جنگل بازگشت و به گوشه ای می رفت که جسد بیجان شوهرش پای درختی افتاده بود. ساویتری به پیکر بیجان او نگاهی انداخت و کنار او نشست و سرش را بلند کرد و روی زانویش گذاشت. سایتاوان نرم پلکایش را باز کرد و نگاه عاشقانه اش را به ساویتری دوخت. نگاه عجیبی داشت. مثل این بود که از سرزمین دوردستی به زمین بازگشته است. سایتاوان آهسته گفت: چه خوابی کردم. نمیدانم چند ساعت در خواب بودم. برای چه مرا زودتر بیدار نکردی؟ در خواب کسی را دیدم که قدرت زیادی داشت و مرا با خودش می برد. من از خودم کوچکترین اختیاری نداشتم. نمیدانم چه کسی را در خواب دیدم. ساویتری لبخندی زد و گفت: هرچه بود گذشت. چند ساعتی خوابیده بودی و حالت جا آمد. حال بلند شو که زودتر برویم. هوا تاریک شده است. سایتاوان از جا برخاست. شاداب و سرحال بود. نیرویش را باز یافته بود. به اطراف نگاهی کرد و خود را در میان جنگل تاریک یافت و گفت: عجیب است. من آمده بودم هیزم جمع کنم و میوه و گل بچینم، ولی مثل اینکه از هوش رفتم و فقط حس کردم که سرم روی زانوی توست و بعد از آن هیچ چیز نفهمیدم تا آنکه با نوازش تو از خواب عمیق بیدار شدم. نمیدانم آنچه در خواب دیدم خیال بود یا واقعیت داشت. ساویتری گفت: شب است. اگر فردا فرصت پیدا کردیم داستان را برای تو خواهم گفت. اما حالا باید عجله کرد. غرش حیوانات درنده را نمیشنوی؟ سایتاوان گفت: جنگل تاریک است. در این تاریکی نمیتوانیم راهمان را پیدا کنیم. و هر دو به راه افتادند. خوشبختانه ماه در آسمان پدیدار شد و در روشنایی مهتاب تاریکی رنگ باخت و آنها توانستند راهشان را پیدا کنند. و اما پدر سایتاوان که ساعتی پیش بینایی چشم خود را به دست آورده بود از جا بلند شد و با چند تن از بزرگان به سوی جنگل به راه افتادند تا گمشده‌های جنگل را پیدا کنند و ساعتی بعد آنها را پیدا کردند و خرم و خوشحال بازگشتند. در کلبه جنگلی و روشنایی مهتاب همه در کنار هم نشستند و ساویتری داستان دیدارش را با یاما خداوند مرگ باز گفت. بزرگان که این داستان را شنیدند گفتند: شاهزاده خانم، تو موجود عزیز و محبوبی هستی که توانستی شوهرت را از اقیانوس تاریکی نجات بدهی. فردای آن شب برای ماتسنا خبر آوردند که پادشاه غاصب جان داده است و مردم بی صبرانه منتظر بازگشت ماتسنا پادشاه قانونی خود هستند. و بدین گونه بود که ساویتری مهربان با سلاح ترحم و عشق مرگ را شکست داد و خوشی و خوشبختی را برای همه به ارمغان آورد. قصه ما اینجا تمام شد، اما ماجراهای زیبا هنوز در راهند. تا داستان بعدی
مراقب حال خوبتون باشید. شبتون بخیر.